ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи романи сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ «Духтари оташ», 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати романи сегонаи Ҷалол Икромӣ «Тахти вожгон» оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 23-юмро аз рӯи ин роман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 16. خوش اکنون شبهت برطرف شد؟ برطرف شد و لیکن چی؟ لیکن به هر حال هوشیار بودن لازم میگویم. امینف تبسم کرد. معلوم که هنوز شبهت برطرف نشده است. شبهه پدر حقیقت است میگویند. فیض الله خواجه پسری میلیونر باشد هم در انقلاب بخارا خدمت کرده است. البته خطایی ها دارد، لیکن فرقه لجامش را می دارد. بعد همین را دان که همه آنهایی که از صنف بای ها برآمده اند خائن نیستند. گاه از بین آنها نیز آدمان درست پیدا شدنش ممکن. احتمال گفتمان کریم. انا برای مثال گفت یک دیله‌ای در روی میز بوده را پیش کشیده امینف. همین کار را گیریم. این در نتیجه عریضه شکایت و اغوای یکی از جدیدها همین قدر غفص شده رفت. ما تفتیش کردیم. معلوم شد که خود این عریضه دهنده پسری بای کلان، بد جنس و درون سیاه بوده است. حالا برویش نقاب کشیده در اداره سودا خدمت کرده گشته است. شکایتی وی از بالای جیان خودش می باشد. آدمی بسیار نقص و با جان و دل کاری یک اداره کلان را پیش برده ایستاده است. نامش حلیم جان است، اعضای فرقه کمونیستی. پس از تفتیش و خلاصه ما اغواگر را از کار گرفتند. حلیم جان نقص کار کرده گشته است. اگر خواهی که با خصلتی بای و بای بچه ها شناس شوی و نقص را از بد جدا کردن خواهی، انا همین دیلا را گرفته خوان. مایلش حاضر وقتم هست گفت کریم. انا از بالای دیوان گذشته شین، من به تو خلل نمی دهم. کارم هست برآمده می روم. تا آمدن من خوانده می شوی. با ممنونیت گفت کریم دیل را گرفته. و بیرون برآمده شینم هم می شود. نه، در همین جا شین. من به کاتب تعیین می کنم و تو چای می دهم. امینف برآمده رفت. کریم دیل را کشاده به خواندن سر کرد. قصه از سال 1911 سر می شد. تیر ماه سال 1911 در حولی کلان گذر غازیان توی شده بود. حولی کلان گفته حولی بای مشهوری بخارا احمد جان خواجه را می گفتند که در آن گذر و حتی در گذرهای آن گرد و اطراف از حولی وی کلانتر و با شکوهتر حولی نبود. این حولی موافق طرح و نقشه صاحبش بنا یافته از کوچه کلان غازیان با صحلاوی مخصوص جدا شده می ایستاد. پس از آن که از دروازه کلان می در آمدید، ساباتی وسیع بود که آن روز در آنجا بروی صوفه و کرسی های بسیاری خدمتگزاران، آقسقالان و یک قسم خویش و تباران می نشستند و به مهمانهای می آمدگی دست پیش گرفته سلام می دادند. آنها را اگر مرد باشند به حولی بیرون هدایت می کردند. در بین آنها صمد خواجه دادری احمد خواجه نیز می نشست که خیلی پژمرده و رنگ پریده به نظر می نمود. دیروز قرضخواهانش او را خیلی تحقیر کرده کار را به قاضی خانه کشیدنی شدند.
وی به خانه در آمده آخرین زینت سر و روی زنش و دخترش را کشیده گرفته بیرون برآمد و به قرضخواهانش داده خواهش نمود که به حال او رحم کنند و با این یک چند انگشتری و حلقه قناعت نموده به وی باز یک ماه دیگر مهلت دهند. قرضخواهان تهدید کنان رفتند، ولی ترس و وهمی رسوا شوی از وی دور نشده بود. وی زور به زور تبسم می کرد و به سلام این و آن جواب می داد. همه عقل و هوشش به آن بند بود که چی کار کرده از مهلکه نجات یابد. در شبغه حولی بیرون که بالایش با چادر پوشیده شده بود، مشهورترین حافظان و مشاقان نشسته زمزمه می کردند و با نواهای دلپذیر به سرور به شوق علاوه می کردند. خود احمد خواجه که خیلی پیر شده حالا خسته و دردمند به نظر می نمود، بر روی کرسی مخملین در پایان روی صوفه در احاطه 2-3 نفر از دوستانش که در آن میان طبیبی مخصوصی هندوی او نیز بود می نشست و از رفت مهمان پذیرایی و توی با خبری می کرد. هر زمان سرداران و خدمتگزاران توی به نزد او می آمدند، مصلحت ها می پرسیدند و سپارش ها گرفته می رفتند. در حولی بیرون، در حولی درون، در همه جا حرکت، جوش و خروش و خرسندی بود. در حولیچه دیگری که در همسایگی آن حولی بود، دیگهای کلان شنانیده شده کباب و آش صافی پخته می شد. جوانها قطار ایستاده طبقهای کباب و آش را دست به دست می کردند. خادمان گذر و محرمها آن طبقها را به خانه‌ها بروی صوفه و طی ایوان بروی دسترخوان می گذاشتند. مردم آش خورده، زله گرفته، دعا کرده برآمده می رفتند. باز مردم محله و گذرهای دیگر می آمدند و می نشستند و باز به نزد آنها دسترخوانها گسترده می شدند. در خطار جوانهای خدمت کرده در آمده برآمده گشتگی، اینچنین حلیم جانی 15 ساله و علیم جانی 13 ساله می نمودند که در بر جامه های نوی علاچه حصاری، در سر سلچه های بزیب، در پا کفش و محسی های بلغار، گاه ها دست به دست کرده، گاه ها با بچه ها به طی سابات و سهلا برآمده بازی کرده، گاه به حولی درون در آمده می گشتند. علیم جان از حولی درون چارمغز، حلوا و کلچه ها برآورده به جوره های خودش تقسیم می کرد و بیشتر با آنها بازی کرده می گشت و جوره باز شوخ و بدتال بود. اما حلیم جان وزنین با اندیشه خیلی خوشفعل و نرم دل بود. با بچه ها زنازنی شوخی کرده نمی گشت. خصوصا در آن روزی توی و کمی مایوس و اندیشمند به نظر می نمود. وی خواهرش رابعه خان را خیلی دوست می داشت و همیشه همدم، هم صحبت و رازدانی او بود. بنابراین پیش از توی رابعه از وی چیزی خواهش کرده بود که حلیم جان اجرای آن را به عهده گرفته بود، ولی نتوانست و اکنون وجدانش در عذاب بود. رابعه خان که امروز توی می شد 20 سال داشت. آن وقتها دختری 20 ساله‌ای به شوهر نبرآمده را پیر دختر می گفتند. سبب پیر دختر شده ماندن رابعه خان از یک جهت ارکه کلان شدن وی و از طرف دیگر چندان به حسن نبودن او بود. از اول رابعه شوهر کردن نخواست. بسیار خواستگارها و طالبان را رد کرد. پدر و مادرش او را دوست می داشتند. پیش او می رفتند و نمی رنجانیدند. نهایت کار به جایی رسید که دیگر به حولی احمد خواجه خواستگارها نمی آمدگی شدند.
میانروها که چند بار آمده مایوس شده رفته بودند قهر کردند و نسبت به رابیه خان آوازه‌های بد پهن کردند. او را بدفعل، بدنما، مسلوق گفتند. اما سال گذشتن قطعی سین و سال رابیه هم می افزود و او همیشه در خانه پدر و مادر مانده بود. احمد خواجه اول به این اهمیت نمی داد و به کاری سودای و تجارت خود آواره، مسکو روی، ارنبورگ روی کرده می گشت. نهایت این دفعه از مسکو بیمار شده برگشت. طبیبها، دکترها دارو دوا کرده به زور او را به پا خیزاندند و پس او چندگاه به هیچ جا نرفته در خانه ماند. انا در همین مدتی در خانه استاده ماندنش فهمید که هم خودش پیر و بیدرمان گشته است، هم دخترش به 20 قدم نهاده هنوز شوهر نکرده بروی خانه مانده است. احمد جان آدمی ذکی، دوراندیش و با تدبیر بود. حیاتی سوداگری و تجارت، آشنایی با آدمانی گوناگون، زندگی در روسیه او را نخوانده ملا و دانشمند کرده بود. و بغیر از آن که در کارهای سودا و تجارت مهارت فوق العاده داشت، زندگی را نیز نقص می دانست. یک شب وقتی که زنش به او درد و علمش را گفته از پیر دختر شدنی رابیه شکایت کرد، گفت که غم نخور، دخترت در بین 1 ماه به شوهر می رود. احمد خواجه از خواهرش یک جیانی داشت که نامش حمید خان بود و در مدرسه می خواند. حمید خان مردی کلانسال، ریش دراز، سله کلان و چهرهش چندان جاذب نبود. لیکن زن نداشت، کم بغل بود، با مادرش بیچاره حالانه زندگی می کرد. وقتی که احمد خواجه خواهرش را جیغ زده گفت که می خواهد حمید خان را به خودش داماد کند، وی حیران و گرنگ شده ماند، زیرا که هیچگاه این بخت و سعادت را برای پسری خود امیدوار نبود. حمید خانی بینوا کیو دامادی شما، گفت زنک. ما قدرتی آن نداریم که دختری احمد خواجه را کیلین کرده به ویران خانه خود دراریم. هیچ گپ نی، گفت احمد خواجه، توی را خودم می کنم. برای شما از شفت هوری در یلنگی پس خانه کلان فرمودم یک هوری کرشستی می سازند. استاها از خودی پگاه به کار سر می کنند. از این جهت فکر نکنی هم می شود. لیکن حمید خان بگوی داملاگیش کمتر پرتافته ایستد. خاکی مدرسه لیسیدنش کفایه. سلیش میده تر کرده بندد، ریشش زده کوتاه کند، جامعی فحولش کشیده ماند. جامعی فحولش از قراقها خودم دخته بودم، گفت خواهرش به احمد خواجه میلیونر. چکار کنم؟ از بازاری جامعه یا که از صندوقی تقایش به قد و بست وی جامعی مناسب یافتن مشکل. پگاه در خانه تو هم یخدانهای و صندوقهای پر از مال می شود. صبر کرده ایست؟ مایلش صبر می کنم دادرم، گفت کمپیر. اگر این گپهای تو هزل نباشد، من به اولیاها نظر می برم. به اولیا نظر بردن حاجت نی، گفت سخت کرده احمد خواجه. به گپی من گوش کن. از پگاه سر کرده آوازه پهن کن که تو رابیه را به پسرت گرفتنی هستی. ناترسیده کلان پرتافتن گیر. چیز و چاره‌ای در کاری را من به خانه‌ات میفرستانم. هفته آینده لالی و دسترخوان کرده خواستگار فرستان. خوب میلش، لیکن این صحبتی ما از این خانه بیرون نبراید. حتی به دادرمان هم گپ نزن. من گپ نمیزنم، لیکن از صمد خواجه چیزی پنهانی هست می؟ این گپت هم راست. این قیماربازی ناشد به سری ما یک بلا شد.
خیر به هر حال دانسته گپ زن که هم آبروی تو هم آبروی من. بسیار خوب، گپ همین. این خبر به رابعه معقول نشد و در نزد مادرش گریست. آمده اکنون من لایق حمید خان شدم می گفت وی. حمید خان را چی شده است؟ خویشمان، جان و جگرمان. خویشمان یک مردکی بدنمایی ریشکلانی جام فحول. تو هم آنقدر پریزاد نیستی دخترم؟ گفت مادرش که سخت گپتر بود. دیگر جاهای از این مناسبتر را خودت خوش نکردی. اکنون طاریت به حمید خان بوده است. نه، من نمی رسم. میلش، عمرم بی شوهر گذرد. قهر و غضبی ددیت می دانی. بسیار نی و نیستان نکن که برآورده به عرابکش می دهد. میلش، عرابکش باشد و ملای فحول نباشد. تو دیوانه شدی. حمید خان آدمی خواندگی، آدمی روز دیده به معنی ملا و دانشمند. نه نامعقول کردی. نی باشد هم همین، ها باشد هم همین. مادر از نزد دختر خیسته بیرون برآمد. رابعه خود را بروی قالین پرتافته گریست. وی از بدبختی و بی‌طالعی خود می گریست. دولت هست، بایگری هست، همه چیز هست، اما بخت نیست. دخترهای علاف و ندافی بخارا به خود شوهرهای مناسب می یابند. بخت و سعادت خود را به دست می آورند. اما وی دختری میلیونری بخارا به این نیت رسیدن نمی تواند. او را مثل چیزی نادرکار و کالای ناچیز برآورده می پرتایند. رابعه دست و پای خود را از آسمان و زمین کنده دید. وی می دانست که پیر دختر شده ماندنش به شأن پدری به دولتش نمی زیبد. اما به شأن پدر نمی زیبد گفته خود را به آغوشی مردکی دلناکش پرتافتن هم نمی شود. کاش که خدا جانی او را گیرد که از همه این رنج و عذاب خلاص شود. در عین ناامیدی و شکست خاطری او درگشاده شده به خانه دادرش حلیم جان در آمد و خواهرش را در این حال دیده زود به نزدش نشست. به شما چی شد آیبی جان؟ یگان جایتان درد می کند، ناتاب شدید. رابعه سر جنبانید و باز گریست. چی شد؟ یگان کس رنجانید؟ رابعه می دانست که در دنیا فقط همین حلیم جانی 15 ساله، همین جوانی رحمدل درد دل او را می فهمد و هرچی که از دستش آید از او دریغ نمی دارد. مرا به شوهر به حمید خان دادنی، گفت نهایت رابعه. به حمید خان؟ حلیم جان نیز یک درجه حیران شد ولی گپ نزد. من سیاه بخت، من بی‌تاری بودم دادرکم. خود را به آغوش حلیم پرتافته گریست رابعه. اکنون چی کار می کنم؟ با حمید خانی فلم فحول چه خیل زندگی می گذرانم. ددیم چی می گویند؟ پرسید نهایت حلیم جان. ددیم، گفت رابعه با کنایه، همه این کاری ددیم. تا امروز از ما خبر نگرفتند. اکنون که آمده نشسته ماندند، پیر دختر را در خانه دیده زود برآورده پرتافتن می خواهند. گپ نزدی؟ نه، من گپ نمی زنم. بیم می گویند که اگر نیستان کنی به عرابکش برآورده می دهند. بعد احوال خودی ددیم خوب نه، کسل، وضعشان گشتگی. مایلش، من گپ می زنم. جان دادرکم، گفت رابعه خرسند شده، اگر تو گپ زدن نفهمانی از بیم امید نیست. ددیم بگوی به من رحم کنند.
من زنی حمید خان شدن نمی خواهم. البته می گویم شما خفه نشوید. ددیم آدمی با عقل و شما را دوست می دارد. حلیم جان با وجود جوان بودنش عقلش به حل معماهای زندگی می رسید. سیاه را از سفید فرق کرده می توانست. و درباره معماهای زندگی آن روزه بخارا بسیار فکر و اندیشه می کرد. گاه و شبها خوابش می پرید و فکر و خیال او را مثل آدمهای کلان به جاهای دور گرفته می برد. حیات مردمی بخارا و مردمی مسکو را مقایسه می کرد و بدبختی های خلق اینجا را دیده هم حیران می شد و هم می سوخت. بسیار وقت سؤالاتی ناصری خسرو را تکرار می کرد. مهنتی مسکین چراست دریا دریا، راحتی منعم چراست کشتی کشتی. 2-3 ساله تحصیل خصوصی در مسکو، آموختن زبان روسی و دیدن حیات و زندگی خلق مدنی او را از بسیار همسنان و بلکه از خودش کلان سالها هم بلندتر و پردامتر کرده بود. وی وقتی که در مکتب کهنه بخارا در دست استاد پردان خوانده بر محل خط و سوادش را برآورد، به شعرخوانی و کتابخوانی شغل پیدا کرد، شیفته و مفتون شعرهای حافظ، گفته‌های سعدی و بیدل گشت. در مسکو با ادبیات جهان شمولی روس شناسا شده پوشکین، لیرمنتوف، گوگل، تولستوی و چیخوف را خوانده تمام آدمی دیگر شده بود. معلمی مخصوص که پدرش برای وی و برادرش گرفته بود مردی جهان دیده، پردان و خیلی مدنی بود. وی به آنها نه اینکه زبان روسی، خط و سواد روسی می آموخت، بلکه آنها را با دنیای معنوی خلق روس، با ادبیات کلاسیکی روس شناس می کرد. پیشتر نمی دانست که یک لب نانی می خوردگی او، لباسی می پوشیدگی او، خانه و جای او از کجا و چطور پیدا شدند و به دست می آیند. مهنت چیست؟ مهنتکش کیست؟ بی خبر بود. اما ادبیاتی همه بینی کلاسیکی روس این چیزها را به وی فهمانید. وی پس از خواندن این اثرهای عجایب بازگشته به ادبیات کلاسیکی تاجیک مراجعت کرد و این دفعه شعرهای حافظ، گفته‌های بیدل به او دیگر خیلتر تأثیر می کردگی شدند. پیشتر وی شعر حافظ را خوانده حیران شده بود. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گوی و رازی دهر کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. چرا؟ می گفت وی خود به خود. چرا من باید رازی دهر را نجویم؟ نخواد که این معما را کشادن همین قدر امری محال است. ولی بعدتر دانست که حافظ در اینجا سخت کنایه کرده است. سرکشی، بیباکی و آزاد فکری حافظ را دانست و شعرهای او را گشته و برگشته میخواندگی شد و در دل او نیز آثاری سرکشی، بیباکی و شبهه به هر آنچه تنظیم شده بود پیدا گردید. چرا می گفت دلتنگانه به حیات نظر کرده و هیچ جوابی نمی یافت. بعدتر از دست بعض خویش و تبارانی منور فکر، بعضی یار و آشنایانی پیش قدم، گزیته های ترجمان، وقت و ژورنالی ملا نصرالدین را گرفته می خواندگی شد. خصوصا ژورنالی ملا نصرالدین در بعضی شماره هایش
به ساخت عمارت بخارا، به زندگی کهنه و عقب مانده بخارا سخت هجوم می کرد. و این چیزها را می خواند و به خودش، به زندگی خیش و تباران و گرد و اطراف نظر می کرد. می دید که در بسیار موردها تنقید و هجویه های ملا نصرالدین درست و راست است. بسیار وقت به سرای پوست می رفت. در آنجا پوستی قراکوری می خریدند، می فروختند، تای می بستند، رنگ می کردند، سره می کردند و به شهرهای دیگر، به مملکتهای دور می فرستادند. در سرای خواجه ها، صاحبان مال و دولت، بروی کرسی های بخملین، بروی کتهایی که با قالین و کرپه و کرپچه ها مفروش بودند می نشستند، چای می نوشیدند، پسته و بادام می شکستند. خدمتگارها، محرمها دست پیش گرفته خدمت آنها را می کردند. در پایان صوفه در تهخانه پرچنگ کارگرها، مردکارها پوست سره می کردند، تای می بستند. بار یک مردکار کوهستانی بیچاره را به تهمت دزد گرفتند. او را کشیده به نزد صاحب پوست آوردند. مردک زاری و تولا می کرد که وی چیزی ندزدیده است، لیکن سرکار می گفت که از روی تخته یک پوست قراکوری سور گم شده است و این مردک آن را گرفته با پسرش داده فرستاده است. پسرم آمد که می گفت مردکار بیچاره به من خبر دهد، مادرش سخت بیمار شده است. کار را پرتافته رفتن من لازم بود، لیکن نرفتم. به دست پسرم یک میری داده فرستادم که به مادرش 2 دانه انار خریده برده خوراند و خودم باز به کار مشغول شدم. من از مردنم خبر دارم و از پوستی گم شدن نه. دروغ میگوید لعنتی، میگفت سرکار. به غیر وی کسی دیگر نمی دزدد. صاحب پوست پدری حلیم جان بود. وی به مردکارها و خدمتگارهایش سخت گیری می کرد، خصوصا که یگان طی آنها به دزدی متهم شوند. آدم عجایب خصلت دارد، خودش دزدی کند، مال مردم خوری کند، خیر با که نه، به همه کرداری بدی خود قانون می یابد. لیکن اگر دیگری 101 کاری او را کند، از مالش خسی را برد، تمام او را تا به کشتن می برد. احمد خواجه فرمود که مردکار را زده اقرار کنند، لیکن حلیم جان رحمدل به میان در آمد. دده جان، گفت وی دویده به سری مردکار رفته، او را نزنید، او را نزنید، وی دزد نه، رفتنی پسرش را من دیدم، در دستش چیزی نبود. این طرف گذر، تو این کارها را نمیدانی، فریاد کرد به وی پدرش. نه میدانم، گفت حلیم جان، پوست را خودی این سرکارتان گرفته به حجرهش برد. این را من با چشم خودم دیدم. احمد جان از جایش برخاست و با چشمانی پرغضب به سوی سرکار قدم پرتافت. سرکار که قهر و غضب صاحب دولتش را میدانست، یک به چپ و راست نگاه کرد و خیز کشیده خود را از صوفه پایان پرتافت و به سوی دروازه سرای گریخت. بعد حجره او را کافت و کاف کرده پوستی سر را یافتند و احمد خواجه همان مردکاری تهمت کرده شده را سرکار تعیین نمود. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 23 ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.